استقلالیت یکی از بزرگترین نعمت‌هایی است که خداوند به کم ملت‌ها اهدا می‌کند و شکر دوره جدید که کشور ما یکی از نعمت‌های بزرگ خداوندی را یعنی استقلال را به دست آورد و در طول دوره استقلال تغییرات‌ها و تحولات‌های زیاد در حکومت و در نظام دولتداری ما به وقوع پیوست. یکی از مهمترین بخش‌های حیات انسانی که این نظام معارف می باشد در زمان استقلالیت خیلی رشد و تکامل یافت. محض با دستگیری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانوئل رحمان این نظام یعنی نظام معارف رشد و کمال یافت و ساحه تا اندازه به موفقیت‌ها نائل گشت. در زمان استقلالیت بود که روابط دانشگاه‌های تاجیکستان به ویژه دانشگاه ملی تاجیکستان با دانشگاه‌های متعدد جهان خوب و بهتر شد. محض در 10 ساله 20 ساله‌های آخر زمان استقلالیت روابط دانشگاه ملی با دانشگاه اروپا، امریکا، آسیا و دیگر کشورهای پیشرفته دنیا رشد و کمال یافت. محض در نتیجه این شرطنامه‌ها بود که میان استادان و دانشجویان تبادل اکادمی به وجود آمد. یعنی این شرطنامه برای استادان و برای دانشجویان شرایط فراهم آورد تا بتوانند از اصول و روش و حیات علمی و تعلیمی دانشگاه‌های متمدن خارج کشور بهره‌ور شوند. محض همین شرطنامه‌ها بودند که دانشجویان خارجی توانستند دوره‌های بازآموزی را در دانشگاه ملی تاجیکستان پشت سر کنند. باید بگوییم که دانشگاه ملی تاجیکستان در 10 ساله آخر با کشورهای مانند فرانسه، آلمان، دنیا و دیگرها به ویژه در بخش ایران شناسی و عرب شناسی و هندو شناسی شرطنامه‌های زیادی را به امضا رسانید که دانشجویان ما و دانشجویان ایشان توانستند در نتیجه تبادل اکادمی از دانش‌های زمانوی طرفین برخوردار شوند.